سلام عرض ادب، داریوش موسوی هستم، طبیعتگرد ایرانگرد در قلعه ساردویه یا نارین قلعه سردرود هستیم. از لحاظ تاریخی این شهر سردرود نام قبلیش ساردویه است. تپه‌ای که مشاهده می‌کنید قلعه ساردویه هستش، بازمانده از دوران اورارتویی و یکی از افتخارات جهانی. تنها قلعه‌ای، تنها اثر باستانی که میراث فرهنگی اجازه داده همونطوری که مشاهده میکنید یک کافه جهت رفاه حال معلوم نیست کی ها اینجا اداره بشه. این قلعه ساخته شده بوده در زمان اورارتویی ها هستش، تاریخ بسیار کهنی داره. اونطوری که در کتاب‌های تاریخ اومده به دستور سارگون دوم پادشاه اورارتویی اینجا ساخته شده به عنوان نگهبانی از برجی بوده، به عنوان برج نگهبانی از شهر تبریز، یکی از شهرهای اورارتویی در حقیقت. اهمیت تاریخی همین بس اینجا که بچه‌ها هر نقطه اینجا که دارین قدم میزنین انواع سفال ها رو داریم، یعنی یک تاریخ ساکت اینجا نشسته. ما سفالی داریم اینجا از دوران اورارتویی، دوران ایلخانی، دوران صفویه، قاجاریه، بعد ساسانی، اشکانی. دوره ها رو به ترتیب نگفتم، حضور ذهن نداشتم، ولی خب نیاز به مرمت و نگهداری داره. متاسفانه همونطور که میبینین هیچ گونه نگهداری خاصی در اینجا صورت نمیگیره. محیط بسیار جالبی داره، تاریخ از لحاظ تاریخ بسیار غنی هستش. تنها نکته‌ای که میتونم بگم اینه که واقعا حیف افسوس که این مکان در اینجا واقع شده. همچنان منو تعقیب کنین تو کانال یوتیوب، تو اینستاگرام، حمایت هم کنین تا بتونم تک تک نقاط گردشگری ایران رو به شما دوستان عزیزان نشون بدم. خیلی خوشحالم، ممنون، مرسی، وقتتون رو گرفتم.